بریم با هم دیگه پردرآمدترین سرمربیان تیم‌های ملی ماه اکتبر رو با هم دیگه ببینیم. شماره 1 کارلو آنجلوتی از برزیل با درآمد 9.5 میلیون یورو. شماره 2 توماس توخل از انگلیس با درآمد حدود 6 میلیون یورو. شماره 3 یولیان ناگلزمن از آلمان با درآمد حدود 5 میلیون یورو. شماره 4 فابیو کاناوارو از ازبکستان با درآمد 4 میلیون یورو. شماره 5 روبرتو مارتینز از پرتغال با درآمد 4 میلیون یورو. شماره 6 دیدیه دشان از فرانسه با درآمد حدود 4 میلیون یورو. شماره 7 مارسلو بیلسا از اروگوئه با درآمد 3.5 میلیون یورو. شماره 8 رونالد کومان از هلند با درآمد 3 میلیون یورو. شماره 9 گوستاو آلفارو از پاراگوئه با درآمد 2.5 میلیون یورو. شماره 10 لیونل اسکالونی از آرژانتین با درآمد حدود 2.5 میلیون یورو. عربستان برای هفتمین بار و سومین بار پیاپی به جام جهانی صعود کرد و وزارت فوتبال و فدراسیون فوتبال عربستان به بازیکنان یک رقم باور نکردنی به عنوان پاداش برای صعود به جام جهانی داد. این رقم 1.2 میلیون دلاره که معادل 150 میلیارد تومان میشه و عربستان به عنوان پاداش اینو به بازیکنای تیم ملی داده. همه فکر میکنن که استقلال توی این فصل بدترین خریدار رو انجام داده و فقط الکی پول خرج کرده، اما باید بگم که اینطوری نیست و خریدای استقلال فقط تو خط تدافعی بد بوده، اما تو خط تهاجمی بسیار خوب بوده. استقلال تو این فصل بدترین خط تدافعی رو داره و 8 گل دریافت کرده، اما باید به اینم توجه کنیم که استقلال بهترین خط تهاجمی داره و توی این فصل تا به اینجای کار 9 تا گل زده، در حالی که بیشترین گل به جز استقلال فقط 7 تا بوده، اما استقلال 9 تا گل زده و بهترین خط تهاجمی داره. بریم با همدیگه تیم منتخب هفتم لیگ برتر رو با همدیگه ببینیم. در بازبان فرزین گروسیان از گلوهر، مدافعان محمد عرفان معصومی از خیبر، آرمان اکوان از گلگهر، صالح هردانی از استقلال، احسان حاج صفی از سپاهان، هافکا مهدی گودرزی از خیبر، عارف حاجیدی از سپاهان، امین جهانکوهن از آلومینیوم، وینگرها یاسر حسانی از استقلال، فرشید اسماعیلی از فجر سپاسی، شروین بزرگ از فجر سپاسی. ببینیم شماره 10 رضا دهقان از چادرملو با 2 گل، شماره 9 شروین بزرگ از فجر سپاسی با 2 گل که یکیش از رو نقطه پنالتی بوده، شماره 8 علیرضا کوشکی از استقلال با 2 گل، شماره 7 احسان حسینی از خیبر با 2 گل، شماره 6 درژک از تراکتور با 3 گل، شماره 5 حسن شوشتری از ذوب‌آهن با 3 گل، شماره 4 هومن رویزاده از شمس آذر با 3 گل، شماره 3 یاسر حسانی از استقلال با 3 گل، شماره 2 علی علیپور از پرسپولیس با 4 گل که یکیش از رو نقطه پنالتی بوده و شماره 1 کسری طاهری از پیکان با 4 گل. لامین یمال بعد مصدومیت عجیبش بالاخره به میدون برگشت و تو ترکیب اصلی تیمش مقابل اولمپیاکو قرار گرفت و بعد از زدن گل سوم بارسلونا از رو نقطه پنالتی، بعد از شادی گلش یه بوس عاشقانه به نیکی نیکول فرستاد و اونم در جوابش این حرکت رو انجام داد. به نظرتون منظورش چی بود؟ بریم ما هم دیگه قدیمی ترین باشگاه های آسیا رو بشناسیم. شماره 1 موهانباگان هند که تو سال 1889 تأسیس شد، شماره 2 پی اس ام پاکستان اندونزی که تو سال 1915 تأسیس شد، شماره 3 الاتحاد عربستان که تو سال 1927 تأسیس شد، شماره 4 کوگیو ساکر کلاب ژاپن که تو سال 1938 تأسیس شد و متاسفانه عکس لوگوی تیمش تو جای پیدا نمیشه. شماره 5 استقلال ایران که تو سال 1945 تأسیس شد. بریم ما هم چاق‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال رو ببینیم. شماره 5 آدبایو آکینفوا، شماره 4 جان هارتسون، شماره 3 جان بارنز، شماره 2 نویل سافتال، شماره 1 ویلیام فولک. بریم ما هم تیم منتخب هفته 9 لیگ برتر رو ببینیم. در بازبان فرزاد طیبی پور از ملوان انزلی، مدافعان مسعود محبی از خیبر خرم‌آباد،
رستم آشارماتوف از استقلال، میلاد محمدی از پرسپولیس، هافک‌های دفاعی و میانی، مارکو باکیچ از پرسپولیس، آرش رضاوند از سپاهان، هافک‌های هجومی، رضا محمود آبادی از چادرملو اردکان، منیر الحدادی از استقلال، وینگرها یاسر حسانی از استقلال، علیرضا کوشکی از استقلال، مهاجم امیرحسین حسین زاده از تراکتور. اگه کسی بخواد واسه یوسفی لات باز در بیاره، به سبک زیدان کتک میخوره. بهترین بازیکن مرد سال 2025 از نظر فیفا کیه؟ بریم با هم دیگه اسامی نامزدهاشو ببینیم. عثمان دمبله، اشرف حکیمی، هری کین، کیلیان امباپه، نونو مندز، کول پالمر، پدری، رافینیا، سالا و ویتینیا و یامال. به نظرت کدوم از اینا میتونه برنده بشه؟ تو کامنت ها بگو. بعد از بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان، پرسپولیسیا تو تشویق ایسلندیشون به استقلال فوش دادن. حالا به نظرتون استقلالیان کار پرسپولیسیا رو تکرار میکنن یا جوابشون رو توی دربی میدن؟ تو کامنت ها حتما بگین. فدراسیون تصمیم گرفته که از VAR توی بازی‌های مهم لیگ یک هم استفاده کنه. حالا چرا؟ چون که داورای لیگ یک خیلی جوونن و تجربهشون کمه و به خاطر همین خیلی از صحنه‌ها رو به اشتباه قضاوت میکنن و به خاطر همین فدراسیون تصمیم گرفته که از VAR توی بازی‌های مهم لیگ یک هم استفاده کنه. ولی یکی به اینا نیست که بگه شما اول به فکر VAR توی لیگ برتر باشین، اونو درستش کنین، بعدش برین سراغ لیگ یک. سال 2013 از زلاتان ابراهیموویچ پرسیدن که به نظرت امسال کی گل بیشتری رو میزنه؟ زلاتان گفت به نظر من مسی امسال گل بیشتری رو میزنه و رونالدو هم اندازه من گل میزنه. اما اونطوری نشد. اون سال مسی 45 گل زد، زلاتان 47 تا و رونالدو 69 تا و بهش نشون داد که نباید رونالدو رو دست کم گرفت. اسم نیوکمپ قراره عوض بشه. شاید بگین از کجا میدونی؟ بعد از اینکه لئو مسی برگشت به نیوکمپ، باشگاه بارسلونا یه دونه نظرسنجی انجام داد و توی اون از هواداران بارسا پرسید که به نظرتون اسم نیوکمپ به نیوکمپ لئو مسی تغییر کنه یا نه، و 65% مردم موافق بودن و فقط 35% اونا مخالف بودن و به احتمال خیلی زیاد اسم نیوکمپ به نیوکمپ لئو مسی تغییر کنه. یه روز از هالند پرسیدن که دوست داری چند تا توپ طلا ببری؟ هالند گفت که 5 تا مثل کریستیانو رونالدو. ازش پرسیدن چرا 8 تا نه مثل لیونل مسی؟ هالند جواب داد که من دوست دارم ببرم نه که بدزدم. آقای هالند از تو بعید بود. از راموس بعید بود این حرف. سرخیو راموس توی یکی از مسابقاش گفته بود که بهترین بازیکن جهان رونالدوه و همه فوتبالیست‌ها زیر سایه رونالدو هن. و اگه میخوای زیر سایه رونالدو نباشی باید فوتبالو بذاری کنار و بری سراغ یه ورزش دیگه. اما بعد از اینکه رفت پاریس سن ژرمن و همتیمی مسی شد، گفت که وقتی تو رئالی مجبورت میکنن که بگی بهترین بازیکن رونالدوه، اما همه میدونن که بهترین بازیکن کیه. میبینم روزی رو که نوک خنجر تو هم میخونه بدنم رنگینه، چون سوادشو دارم که کلماتو با هم جوری بچینم که بدونی توانشو دارم.